سلام دوستان عزیز، میخواستم بگم که داداشمون سی جی رو داریم. چند تا از رازهای مخفی جی تی سن آندرس رو براتون گذاشتم که ببینید چه خبره. اینجا رو که میبینید عکس مادر سی جی، اونم عکس برادرشی که تو بیمارستان شهری که زندگی میکنه فوت شد و به رحمت خدا رفت. اونم که عکس سی جیه. ببینید زوم کرد. اینجا رو که میبینید بهش میگن شهر ارواح. شما که اینجا میاد چند تا ماشین خراب پیدا میکنید که همیشه درب و داغونن، نمیدونم با اینا چه بلای سر کی آوردن، میارن خلاف میکنن، فکر کنم باش میذارن اینجا. اینجای لوکیشن که نشونتون دادم. اینجا رو میبینید بهش میگم پل گم شده. اینجای لوکیشن دقیقاً ببینید میگم پل چوبی. این پلو که میبینید نصفش نیست. حالا بعضیا عقیده دارن که این پلو نساختن، نمیدونم چی شده، ولی این پل نصفش نیستش. شما ببینید نصفش نمیدونم چه بلای سرش اومده. باید با ماشین از سرعت از عقب برید که توی یکی از مرحله ها هم باید اینجا رد شید. مرحله مسابقه گواهینامه گرفتن. اینجا رو که میبینید کلیسای مرگ اسمش. کلیسای مرگ، کلیسای ترسناکه تقریبا. این صندوق اتاقک رو که میبینید میرفتن اون تو و پیش کشیشاشون اعتراف میکردن به گناهاشون. الان دیگه مخروبه شده و یه سری عقیده دارن که از توش چیزهای صداهای ترسناکی میاد بیرون. و اینجا رو که میبینید ببینید داداشمون سی جی یه قبرستونه که سنگ قبراش رنگی هن. قشنگ که زوم میکنی بینی یه بیل اونجا هست و نقاشی های عجیبی روی سنگ قبر کشیده. با بیل میری اونجا یه تابوت هست. تابوتو که میکنی به یه تابوت خالی برمیخوری. متاسفانه داداشمون سی جی دست خالی برمیگرده. هی عکس مینازه تا مدرک جمع کنه. به سنگ قبرام متاسفانه رحم نمیکنه.